این نوار وکیل مردمی افغانستان است که دکان قنادی یکی از بازارهای کابل را تخریب می کند. وکیل مردمی هما سلطانی با استفاده از کرسی یخچال‌های فروشگاه را شکست. صاحب دکان میگوید سلطانی برای کودکان گدا شیرینی خرید. وقتی که دکاندار از آنها خواست که این مکان را ترک کنند، وکیل به حمله گذشت. دیروز اولی ساعت 4:30 خانم هما سلطانی با یک حالت غیر نرمال وارد دکان شدن. اونا وقتی که داخل دکان آمدن 2 نفر 3 نفر از همین گدایگرایی که در بیرون گدایی میکنن و همیشه به یک نحوی مزاحمت میکنن برای مردم، اونا رو با خود آورده بودن. وقتی من آمدم پیششان گفتم اینا خود کیک خوردن، اگر میشه برن، به خاطری که برای مشتری مزاحمت میشن. اما و یک بار دیدم که بلند شد به من فحاشی کرد. بعد از اینکه فحاشی کرد با بوکس به سمت چپ بینی ما ضربه زد و حال کسر کرده. شاهدان میگویند در این برخورد یک طفل هم زخم برداشته است. رفتم افزا تا که نفر بیارم. این 2 یخچالی که شیشه بزرگ است بسیار قیمت هم داره، اینا رو میده کرد در بار دوم. بله، یخچال دوم در حضور داشته پلیس افزا شکسته. او هم اینجا حضور داشته. پلیس بودن که بله یخچال دوم و دست پلیس هم زخمی کردن. نوار حادثه در شبکه توییتر بیننده زیادی داشت. خانم سلطانی که از غزنی در پارلمان افغانستان نمایندگی میکند، بار اول نیست که قهر و غضب مردم این کشور را به وجود می آورد. سال 2011 هم سلطانی گفته بود که رهبر جنبش طالبان ملا عمر را در خانه‌اش مهمانداری کرده است. تا هنوز سلطانی به درخواست رادیوی آزادی درباره شرح این حادثه پاسخ نداده است. کابل شهری است که به تکرار شاهد برخورد مقامداران از جمله اعضای پارلمان با مردم عادی بوده است. ساکنان این شهر پیوسته شکایت میکنند که به چنین عملکرد منصبداران پاسخ قانونی دادن نمی شود.